خب الان این مدین رف هست، از اینجا یه برش 5 سانتی متری بده. خب خیلی آروم از این به بعد، خب خیلی آروم لایه ها رو جدا کن. تونیکا واژینالیس احشایی، جداری احشایی. خب الان داریم به چی میرسیم؟ به تونیکا آلبوژینا. تونیکا آلبوژینا یه بافت فیبروز است که اطراف بیزه رو کامل پوشونه. خیلی آروم، خیلی جنتل، یعنی خیلی آروم. خب اتصالات رو قطع کن. خب بذار پروترود بشه، یعنی خارج بشه. خب پارانشیم بیزه رو تا حد ممکن آسیب نرسونه. این پارانشیم بیزه. خب الان چی داریم اینجا؟ لیگامنت دوم اپیدیدیم. اینو باید چیکار کنیم؟ نه شما بگیر، من با قیچی قطع کنم. اینو بندازم دور. اینو الان بس. آره تیغو بردار، ننداز اونجا. این لیگامنت دوم اپیدیدیمو ما میریم چیکار میکنیم؟ با قیچی قطع میکنیم. اینو دیگه کاری نداریم. خب الان میای چیکار؟ اینو نمیکشی، با این کندکاری از روی کرماستر و اینا رو کامل ببین به این صورت. یه لحظه به این صورت. این گوشی تو بدی من بگیرم؟ بیا. خود میگیری؟ این صورت کامل ببین جدا میکنی. خب الان میای چیکار میکنی؟ نخ دو رو بده بهمون که از فاصله بیشتر هم خب اینو من میگیرم واسه تو اینجوری به این صورت. من ببین اینو بیزه رو همراه با بند بیزه نمیکشم، بلکه این یکی دست رو اینجوری فشار بدم. خب لیگامنت چیز میزنیم، لیگاتور وایس، عجله نکن ببینم. آره خب بزن از بین هر دوتا. آره خب برو پایین تر. خب محکم کن. خب محکم کن. نه زیاده، یه دونه دیگه بزن. خب اینو بردم وایس. این نخ بنظرم چیز شده. یه دونه دیگه بزن. تا بچه ها گفتیم شاید در این آرزه بعد عمل یخته چیز ادمه. واسه اینکه بگیم ادم کاهش بدیم، لیگاتور رو تا از قسمت پایین تر هست، این قسمت پروگزیمال تر بزنیم. زیاد نگش. خوبه. خب گره کن، گره بزن. نه اینجوری نه، گره یک دست. خب بزن. خب یه دونه دیگه بزن. لیگاتور رو تا قسمت پروگزیمال تر بزنی، ادم بعد عملمون کاهش کمتره. کافیه. نخیر چیز بده. یه دونه بزنم بذار. با این یه دونه بزنم خدا نکنه کشتاف زده بشه. خب برو اون دونه بزن. بزنم نکنه. خب الان این چهار کنیم. این تکیه دارم این چی بود؟ خب الان بیا یه ترنس بزن. بیا شما نمیخوای بزنید؟ خب این چه اینجوریه؟ چیزه سوزن بیاش. اینو واسه چی گذاشتیم بچه ها؟ ببین اینو اینکه نره پایین. آفرین. اگه این رفت تو خون ریزی داشت بتونیم بیرون بکشیم و دوباره لیگاتور بزنیم. خب ترنس رو بزن. یه لحظه من خودم میگیرم. خب شما بزن. آره این برگشت خون برگشته وریدی.
با سوزنگیر دوباره با سوزنگیر اما یه گره بزن مثل تک ساله بود. با سوزنگیر. دور سوزن چیز کن. نه اون کوتاه رو ول کن. خب یه دور تو ترانس یه دور میزنیم. خب مثلا عکس کن. درسته همون. خب الان این دوتا رو با هم گره بزن. این دوتا این دور